السلام علیکم مخلصان، السلام علیکم بیننده های عزیز ما. من امروز ما آمدیم در روز خورسندی در جشن زادروز پدرجان عزیز بابا بابا را امروز در روز خورسندیشان تبریک میگویم. برای شما خاطر رسان میکنیم و به هر یکی شما رحمت تشکر خود را رساندنی هستم که امروز طول یک سال شد که در این کسب، در این یک شبکه نو، در این خیلی روزهای خورسندی ما در خدمت هستیم. خدا را شکر میکنیم که در این یک سال همراهی شما هستیم و شما نیز همراه ما هستید. برای بودنتان شکرانه میکنم. عزیزان خود را احتیاط کنید و با ما باشید. رفتیم. السلام علیکم پدرجان ها، مادران مهربان. من امروز در این روز خورسندی، در این یک روزهای زمستان خواستم که تبریکگویی آمدیم در خانواده باقلمک که امروز جشن زادروز دارند. البته به ملال باشند اگر باقلمک شما را به نزد ما تکلیف میکردیم. مرحمت. السلام علیکم. باقلمک امروز روزی خورسندی مبارک باشد. مولود خجسته را، زادروزتان را صمیمانه تبریک میگوییم. در این دنیا که هر روزی ما گذران است، هر یک لحظه های ما گذران است، میخواهیم صحت سلامتی را. امروز شمایان را تبریک کنی آمدیم از نام دخترکان نازنین، از نام فرزندان عزیز و اصیل، نفرانی که در خارجه بودند، نفرانی که در سفر هستند، از نام آنها تبریک میگویم. شخصا از نام شهزاده آیتی میزروبکه، از نام کلین دلدار آیتی، از نام فیروز جان که نوری شیرین شما بودین در خارجه در سفر بودین، از نام آنها تبریک میکنیم. امروز گفتم که پدر عزیزی ما برای ما یک گوهر نایاب هستند. برای ما در روی دنیا بودگی از همه بایگری ما هستند. رحمت برایشان. ما در دور پاندمی از سر ما یک مصیبت بلند گذشت. از خدا میپرسیم که در سر ما پدرم علم خیل تاج سر شده گردم. خدا رحمت کند مادر مهربانم در گذشتن حاضر هم به جای پدر هم به جای مادر مهر را از پدر میکاپیم. از خدا فقط هر صبح خسته دعا میکنیم که پدر ما کسل نشوند، خسته نشوند. چرا که ما در سفر هستیم، برای مسافران دعای نیکی پدران مستجاب است. پدران با رحمت، هزار بار رحمت که من فخر میکنم فرزند این خیلی خاندان هستیم. فخر میکنم پدر ما از سر فقط مهنتی حلال میکردن. الان خیلی در سرخانه های پر از ناز را با مهنتی حلالشان پر میکردن. رحمت برایشان. تا هستی حیات میخواستیم که عمر دوام مادرم را پدرم بینند، هیچ وقت خسته نباشند و پیر نشوند، فقط الان خیلی جوان و جوان مرد گردند. برای پدرم رسانید که 100 بوسه زنم خاک قدم های پدر را، بردیده کنم منزل و مأوای پدر را. 100 رنج کشید روزی تمام از پی نان، وای صدقه شوم آبیله دستانی پدر را. یک روز نگفت خسته و افسرده شدم من، یک روز نگفت خسته و افسرده شدم من، وای صدقه شوم همتی والای پدر را. چون کعبه توافش بکنم در همه هستی، پررن نکنم خدمت و رنجهای پدر را. پدر ما در وقت خوردی هر آن ما نیت میکردیم، آرزو میکردیم، خورد بودیم نمیدانستیم که چخیل کار میکنیم و چخیل آن چیزها پیدا میشود. از پدرمان از داداجانمون میپرسیم که داداجان دیگه ما این چیز رو میخواهد، آن چیز رو میخواهد. یکان بار نگفتیم که امروز نیست. خوش میگفتن آن نیتهای ما را عملی میکردن. رحمت میگوییم برای خودشان، برای مادرم نه، فقط برای ما زندگی کردن. میخواستیم که از این روز سر کردن ماندگی عمرشان را فقط برای خودشان را احتیاط کنند که برای ما دولتی بی‌بها هستند. رحمت برایشان. امروز با بابا چند ساله شدیم؟ 68. نه 28 ویدولی نه خرزک میزنیم 28 ساله باشن. اگر امروز روز خورسندی مبارک باشد. هر بار میخوانیم که از نام فرزندان ای پدر جان خاک پایت میشوم، وقتی پیری
من عصایت میشوم. در همه دار و نداری زندگی روی حوله کفش پایت میشوم. گفتن فرزندان دو دست در دل و در خدمت شما هستند. در حقیقت شما دوست می‌داشتین و حرمت می‌کردین. حاضر در اینجا می‌بینیم در دست نبیرتون در روی دنیا از همه کتابی قیمت بهاترین ما فخر می‌کنیم که علاقه کتاب را بر صاحبانش می‌رسانیم، خرسند هستیم. از همه کتابی قیمت بهاترین کتاب قرآن را برای شما آماده کردم. البته در قرصکی بخواد بزنیم کتاب را توجیه سر می‌کنیم. زاد روز مبارک مبارک باشد. و البته در اینجا با ما وظیفه دار کردن همراهی دختران یک عکس های زیبای شما تیار کردیم. بگذار که هر بار انمی خاندان زیبا و یک جایی چشم نمایان با آویزان کنید و هر بار همین عکس ها را بینید و برای فرزندان دعا بگید. البته کنی نبیره ها یاردم تیم کنی پیشی بابا جان آمده عکس های کشیم کنی من این سر بر مرحمت پیششان و عکس های من کشویم مرحمت. مبارک باشد. انا بازو بابا برای شما عطرهای زیبا بگذار در این کاشانه زیبا زیبی این خانواده باشد و مرحمت برای مهمانان نیست نشانتیه مرحمت از دستشان گرفت کنید یک جایی نظمه احتیاط کنید. خوش حاضر در اینجا جیانتان گفتن که یکتا امروز روز خرسندیشان است. خشرگه یکتا تبریک کنم گفتن مرحمت. میزبانان گرامی اومدگیتون با رحمت در روی اماکیم با ایلیم خورسندی اماکیم ایلیم سال بدوی اماکیم روزی نغزه بینه چی بون بو خواه کن روی ینگمدان ایلو اوروشون شد شد ایلوی اماکیم یک تا اماکیم موندگان ایلین سال بدریم فقط همه قناتی بون بود همه قناتی بون اماکیم فقط همه عزت و حرمت کرده فقط ایامون تا مرکون یا کلون سلام هم یک تا اماکیم موندگان نه بون دیگه ایش کیا اینه ایلین سال بدریم اماکی Uzrakoy nevarakoy bine uzrakoy fardandoy bine ilay. Çi niya doşe niya tu do barase amaki. Rahmat şunu. Rahmat selamat boşan. Emroz rozi khursandim muborak. Kani nabiraho yak qator shaysim kani aziyoni man. Emroz az nomi khudaton, az nomi modaron, padaron ki dar kharij hastan tabrik mekunیم. Marhamat. السلام علیکم مهمانان عزیز خوش آمدید به امروزه در راه ما. من امروز آبروزی بابا جانم گذشته شده ایستاده است. بابا جان سر ما به ساق سلامت باشه وقتام به صاف کرده. من از نام شخصا خودم از نام رهی دور به بودگی داده جانم بی جانم اما جانم فیروزکم شما تبریک میکنم وقتی ما به همه وقت ساق سلامت برگرده چینی اگرتون باشه جامعه عمل باشه. بابا جان поздравляем صد بدره سر من با ساق سلامت کرده. انوی بی جانم همین تبریک میخونم. پدری مهربان و خوبم از زحمتی که در این سالها برای من کشیدی سپاسگزارم و از خدا میخواهم که سایه مهربانت تا ابد در سرمان بماند. تولدت مبارک بابا جان 100 ساله شده. رحمت از نام مادراتون تبریک کردید از نام خودتون میشه شرکت تبریک میکنیم یا رقصش کردیم خیلی رقصش که باشد مایل است. اکنون میبینیم که در اینجا یک شیرینی زیبا است مفتونابانو نزدیکتر بیاریم کنی یک تا شیرینی تیار میکنیم. البته هم ماما نیت کردن بگذار که همین پاندمی از سر ما رود و حیاتمون مانندی پیشتر شود تا تنها روزهای خرسندی باشد و باشد در این خیلی روزها آماده شما را تبریک کنیم. امروز برای شما مهمانان عزیز یک سری را آشکار می‌کنیم که سالانه یکی از مخلصان ما هستند
سارانه 1 سال شد که انمی کار رو ما امروز آغاز کرده بودیم. من امروز 1 سال شد اما ما بعد بگیم مرحبا. برنامه کنی کارها تیار می؟ کنی دون نبیره ایوناشون استید کنی تبریک کردگی و همه امروی بابا جان میبریم هم با ما برنامه این طرف هاشم استید مبارک باشد. البته برای مهمانان میرویم. کلام این دسترخوان بر فکرم مخلصی عزیزی و مادری مهربان سارانه هستند. سارانه تشکر که تبریک میکنیم. بعد از خداها بعد از مردان سخنهای نیک رو میشنویم. مرحبا. السلام علیکم. خشت اورکو خداها کلنا دیوارها شامده هم یکتون درگوی با قربان. الهی دادرسا که من 120 پدریم بزرگ نبرای ایوارهای بینم. اوسناکم اکن بربخ رفتن دیم آوراکشون شد شبن. این زکای اندر درختم. خیلی هم یکم سوق کلمات کشه. بچه یکم میدیم سوق کشه کلمات کشن دیوار یکم کلون شنن. با تو حضور بچه کوی بینا الهی مکه دختر کوی جواب جاکر حضور کشن بیالی برای ایوارهای دیده کردن. راهی دور برای که شاهزاده هم سوق کلمات کردن میذارم جون کنیم که سوق کلمات کار بیاد. دو دختر کوی جواب جاکر حضور کشن بیان کوی شب پیر شبن یافته گوشون فقط روزا کوی نه هم خیر دختر کوی در زخم برای بچه کومنا. شاهزاده جون شاهزاده کار رحمت میذارم جون کنوش منبع. همین کارکات تشکیل کرده رحمت یک عمرکات رو دراز شود چین یاد به نیت کتم برسه ایدای مکان هم یک کتم بر رحمت اومده گیو بیم رحمت کم دیفته خودش نه رحمت نخوده بکسن تو بیم رحمت بچه بیم صد پترو کرد همه مهمان‌های عزیز همه درگاه بوخل بابا هم یک کتم خوش اومده سبب بوده همینجا جمع اومده که اون بوخل بابا ایدایم صد پترو خدای مهربان چند ساله که اون داده باشه بوخلکا بینه همه نوارکات یک خراب کرده بجای اوناش بجای خودتون ایدایم سرده دوره رفت تربیه کرده گیتون با شوبان رحمتی کردون روی اولای مولدیتی ایدایم شاد شوه اونا بابا شده گشت شما با رحمت تربیه کرده گیتون با رحمت هم یک خودتون دمین درگاه میزرب جان با خوش آمده نوری دیده تو جیسه جان تو بهم رحمتی کردون بچه رحمت سال باشه که رنیم همسایه ها همسایه‌های محترم اجازه دهید من از این شب‌نشینی استفاده بوده همسایه‌ام با کلکه را با این روزی تولدشان تبریک گفته و آنها عمری دراز رزق فراز آرزومندند. می‌خواهم که 120 در آمده با خوشخندی زندگی به سر برند. Happy birthday,
سفرهای دور از خارجه از مسافرت دختران فرزند پسر کلین و البته فیروز جان هم صحبت شده شده با غلامک حاضر تا دمیان همین میکروفون دادن. فیروز جان میگوید که بابا مکو پنسیون تو کدن گیرن همین سال هم اگه اختا کلین میبیاریم و اما کلین پاشا خدمت کدن میگردن مایلش میگفتن فیروز Tanto guru ilui tu cuma rasa hari mumpama maka desa di dalam rumah ilui maka asal saya bobo. Rahman, tiga kas paku. Saya ini kan aku semua kami ya kami semua lagi tu semua ramah. Anak anak mobil kami mohon Saya cuma nak jaga sikap nak udah nak jaga yang kamu ramah bah saya udah kilo nak jaga tu ramah saya nak makan orang kilo am soal tu sama aku syukur kami mau masuk mau misal di jaga kota kasih bijak tahu saya ramah kami aku tunggu macam tu bah kamu mau aku hari kami mau kori mau Mungkin yang saya ini kalau kita orang kami akan yang jual nama kali, jual di luar ni. Awak punya apa? Kali punya tiga kelam jual nama kali hujur ini bah. Yang jual sudah yang jual kami tuh tamusya jika jual ni. Ada orang suruh nak ramai ni, tumba, umar dia tumba. Rahmat. Kali kabza ni kali? Kami aku tu semua dalam dari mohon ham itu rahmati kalau pada jawab ini saya dulu dari mohon so sahaja malam kita rasa sekali. Musim orang ini mesti kita buat macam ni.
صبح سلامت کرده این بچه ارزی حواس کنه هم مشوره است هیچ وقت درد نبینه همه وقت هم کرده بچه که به هم موقع کن به هم سویا هم خدمتگر حرمت سندن هم یک کن به رحمتی حلال البته به دادا جان باید کنی که خبری بکنم سخت سالت شده سری موقع حواس صبح کرده رحمت نوبتی کی اومد؟ شهزاده‌ایتی مرحبا. السلام علیکم. همه اخوتون باید در دیگه می‌دونیم سرباز روی گذرگاه ما فرزند خودتون ببینه حضور رفقای ما بچه خون نبینه در ما با سخت آمد کرده دیگه تو بچه نیافتون همش برسه یعنی لام امکیام ما بچه خودشون هم میخوتون برام همه وقت سری مونگا در یه سخت آمد کردم رحمت سرودی شکر آماده میکنه شمایان نیز مهر اکسیدو خورسندی میکنه امروز روز خورسندی پدر عزیز رو دوام میده زادروز مبارک باشد مرحمت بیننده های عزیزی ما آمدیم پدر مهربان را شاد کردیم و از نام فرزندان که در راه دور هستند آن یک لحظه ها را پیشکش شمایان کردیم بگذار در هر یک خاندان روزی خورسندی باشد روزی خوشبختی باشد هر یک پدر مادر را مانند امروز مانند جناب باقلمک آمده تبریک گویم پیشکش شما کنیم باقلمک زادروز مبارک برای مهمانداری برای خورسندی برای همش رحمت برای شما تا دنیا باشد و در سر فرزندان دعا گویه البته بهنه بینندگان میگویم که همیشه با ما باشید با شبکه شهنان امروز 15 فوریه 2022 سال ما یک ساله شدیم البته با ما باشید سال باشید جشنی زاد روز شما در زندگی خوب و خوشترین روز شما دوستان شما جمع شده در پهلویتان شادن از آن که روزی فیروزی شما دوستان شما جمع شده در پهلویتان شادند از آن که روزی فیروزی شما شادند از آن که روزی فیروزی شما زادروز برایتان مبارک مبارک شادی همه جهان مبارک مبارک عالم همه در نظر چی زیباست چی زیباست این روزی نگویتان مبارک مبارک
دل شادیم از غم همه آزادیم مایان همه دل شادیم از غم همه آزادیم تبریک شما گوییم از بزم و طرب شادیم تبریک شما گوییم از بزم و طرب شادیم روز برایتان مبارک مبارک شادی همه جهان مبارک مبارک عالم همه در نظر چی زیباست چی زیباست این روز نگویتان مبارک مبارک خوشبختی زمان باشه ما اهلی هنر خواهیم خوشبختی زمان باشه در زندگی شیرین زیبا و جوان باشه در زندگی شیرین زیبا و جوان باشه امروز که روزی جشنی زاد روز شما در زندگی خوب و خوشترین روز شما دوستان شما جمع شده در پهلویتان شدن از آن که روزی فیروزی شما دوستان شما جمع شده در پهلویتان شادند از آن که روزی فیروزی شما شادند از آن که روزی فیروزی شما زاد روز برایتان مبارک مبارک شادی همه جهان مبارک مبارک عالم همه در نظر چی زیباست چی زیباست این روزی نگویتان مبارک مبارک عجب